اوکی رو زدیم و وارد صفحه اصلی نرم افزار آرتکم 2018 شدیم که به صورت اورجیناله. یعنی زمانی که شما در واقع برای اولین بار بعد از نصب نرم افزار وارد این صفحه میشید، شکل و حالت قرارگیری دستورات به این شکله. یعنی این قسمت یه سری دستور داریم، این قسمت یه سری، این قسمت یه سری داریم و اینم که صفحه کاریمونه که یه خطکش اینجا هست، یه خطکش اینجا هست و یکم در واقع شلوغه و برای کسی که میخواد در واقع طراحی رو آغاز کنه یکم درهم برهم و سخت به نظر میاد. ببینید عزیزان، ما برای اینکه شما سردرگم نشید و در واقع با یک تیر دو نشان بزنید، یعنی که شما 2018 رو یاد میگیرید ولی عملا با محیط آرتکم های 2008 و 9 هم آشنا بشید، ما میاد از این تب ها که هستن، تب و ویندوز رو کلیک میکنم روی لیاوت. ببینید لیاوت، میام روی کلاسیک کلیک میکنم. حالت استاندارد رو بزنید، همین صفحه‌ای که میبینید این صفحه رو خواهید دید. ولی اگه حالت کلاسیک رو بزنید شکل صفحه‌مون تغییر میکنه. حالا یه سری کشو اینجا هست، خیلی خلاصه تر شد، خیلی منظم تر شد و اینکه یادگیریش خیلی براتون راحت تر خواهد شد. حالا یه نکته‌ای که میخوام براتون نشون بدم اینه که حالا ببینید ویکتور تولز اینو باز میکنم، حالا اینم باز بکنم که شما حالا میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم در واقع. خب ببینید این صفحه رو به خاطر بسپارید، این مربوط به آرتکم 2018. حالا ما میریم آرتکم 2009 رو باز کنیم. این آیکون آرتکم 2009 روش دابل کلیک میکنم تا آرتکم خب باز شد. این همون که نیو مدلمونه، همونی که تو آرتکم 2018 توضیح دادم، همونا اینجا هم هست. عرضمون 183 و طولمون یا همون امتداد محور ایکسمون 366. خیلی مشابه هستن، هیچ تفاوتی نداره. اینو میزنم بزرگش میکنم. ببینید ویکتور تولز، ابزارهای ویکتور، ابزارهای طراحی اینجا ببینید. خب حالا میرم آرتکم 2018 رو باز کنم، اینجا رو نگاه کنید، ویکتور تولز. ببینید چقدر مشابه شد. ما با تغییراتی که در صفحه آرتکم ورژن 2018 انجام دادیم عملا شما رو با در واقع محیط آرتکم 2009 هم آشنا میکنیم.